به کافه ژالت الملوک دلو خوش آمدین ارباب من. منو سرمه چشمان شما ارباب من. بسیار عالی، ممنونم. ببخشید قوم یه دارالخلافه تهران به جهت جغرافیایی تموم شده. به جاش براتون خاک بر سر کن غم ایام را میآورم. ببخشید قربان این کیه؟ مجید و دوله دلو. به به قربان ایشون کیان؟ بریک و دنس دلو. پیشکش به ارباب خودم اولولوک شمس هیلت ها کل آشا گوارای وجود شما با. بسیار. فقط این خاک بر سر کن غم ایام را که ز خاکیم و بالا رویم. عجب شمشیرای اینا برای کی بودن؟ مجید و دوله جنگاور دلاور. ایشون تو کدوم جنگ فوت شدن؟ ایشون تو همون فوت شدن. این لباسه برای کیه؟ لباس خواهر شاه غیرت و مرد مردان مجید و دوله دلو. قربان ببخشید یه لیوان آب به من میدی؟ آبی که ز این جام خوری نوشت باد غم ایام فراموشت باد. از گربه که نمیترسی؟ چطور مگه گربه دارین اینجا؟ خیر ارباب من. قربان اینجا کسی پول کافر نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ خنجر کین خنجر کین خنجر. چای کرشندو و دیکرشندو با طعم‌های دو ره می فا سولا سی. ببخشید یه لحظه این انعام خدمت شما. فقط تومان قاجاری ارباب. پروانه شو زین آتش جهان رها شو. قربان ببخشید این صورت حساب ما رو میاری؟ تومار حساب‌های شما سرورم خدمت. قربان این آدرس رو به دوست من میدی؟ ارباب من. کافه مجید و دوله در بحر نیست، جایی جز مرکز شهر نیست.